بچه‌ها به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. از اونجا که من یه کوچولو توی رژیم هستم تصمیم گرفتم که برای خودم یه شکلات تقریبا سالم درست کنم با طعمایی که خیلی هوس میکنم. اگه شما هم مثل من طرفدار شکلات هستین همین الان لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم بزنید و با من تو این ویدیو همراه باشین. من شکلات تلخ دارم. خب میخوام اول برم اینا رو آب کنم. من توش روغن میریزم برای آب شدنش. روغن حیوانی استفاده کنم که سالم تر باشه. بچه یه خرابکاری که کردم این بوده، من این کره سوختم بیسکویت رو گذاشته بودم آب بشه توی فر، ولی مثل اینکه زیادی مونده و بیسکویت کره تبدیل به بیسکویت شده و سوخته. پس این کنسله. شکلاتم آب کردم. من خیلی باحال شد. البته اگه روغن حیوانی دوست داری و من عاشق روغن حیوانی ام. یه لایه نازک این دفعه میخوام توی قالبم بریزم. من یه سری بادوم خیس کردم خب برای یه مغز داخل این. ترش کنم و بچینم توی شکلاتم. حالا میخوام برم مرحله بعد این کرم ارده رو بریزم روش. قالبم من بذارم توی یخچال بمونه حسابی خودشو بگیره تا بریم مرحله بعد. توی این فاصله ای که منتظر بودم شکلاتام ببنده رفتم از این ایونت هایی که شب عید برگزار میشه، بازارچه‌ای که خوراکی و پوشاک و اینا میفروشن. جاتون خالی پایین خونمون یه دونه بود، رفتم یه سه خوشمزه خریدم. یه حلوای عربی بود خریدم خوردم. همین قدرش رو 65,000 تومان پول دادم ولی خیلی خوشمزه بود. مزه سوهان و هل و این دوستان خیلی خوشمزه است. گفتم بهتون بگم که اگر از این بازارچه‌ها رفتین از این حلوا عربی دیدین حتما بخرید بخورید، خیلی حسابی بسته. حالا میخوام یکم شیر عسلی اضافه کنم اینجوری. میخوام یه ذره کشمش. اوکی میریم برای شکلات آخر کارمون. بچه این خیلی ایده خوبی باشه برای عید، یعنی شکلات خودتون رو بسازید هر طعمی که دوست دارید. حالا اگر دوست داشتید طعم دیگه‌اش من درست میکنم. میره که برای بار دوم بره توی یخچال. از یخچال در بردم حسابی خودشو گرفته. بریم با هم برش گردونیم. اوه شکست وسطشه اگه معلوم بشه. خب بچه‌ها رسیدیم به انتهای ویدیومون. این از شکلاتای من. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. نظراتتون رو خوشحال میشم هم توی کامنت ها بنویسین. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.